سلام و درود فراوان. بریم سراغ یه تکنیک خیلی خفن برای افزایش فروشتون توی هر کسب و کاری که هستین. اثر طعمه یا دیکوی افکت راز پشت پرده انتخابای مشتریتونه و قراره که شما توی تصمیم گیری و هدایت مشتریتون به سمت محصولی که مد نظرتونه تکنیک بزنید. یعنی تو این قسمت میخواین اثرگذار باشید. خب قضیه از چه قرار است؟ قضیه برمیگرده به یه سری بایاس‌های شناختی، یه سری سوگیریایی که داره اتفاق میفته و خطای ذهنی که باعث میشه مشتری شما تصمیم منطقی نگیره. اثر طعمه چی هستن؟ داستان از چه قراره؟ داستان از این قراره یه طعمه میخوای بیاری وسط، یه گزینه جذاب داری، یه گزینه غیر جذاب داری. این گزینه غیر جذاب تو طعمه است. اصلا این قرار نیست فروخته بشه، این اصلا به درد نمیخوره، اصلا خودت هم خوشت نمیاد ازش. اینو قراره بذاری وسط، بگی اینم هست، یه گزینه ارزشمندم هست، ببین اینا به هم خیلی نزدیکن. خب میصرفه واسه مشتری که بیاد سراغ کدوم بره، ارزشمندتره بره، حتی اگر یک کمی اختلاف قیمت داشته باشه. چرا؟ چون مقایسهش که میکنیم که خدایا خب این چقدر تفاوت میتونه داشته باشه، چقدر این قیمتش پس مناسبه. بعد کافی فقط بچسبونی بهش، بگی که ببین من اینو دارم با قیمت قبلم میدم و این اثرش رو چند برابر میکنه. شما اون گزینه ارزشمندت یا اون تارگت آپشنت رو عملا داری به سادگی میپوشی. خب این توی همه نوع کسب و کاری وجود داره. تو هر تیپی بخواید میتونید واسه خودتون یک مدل تطبیقی داشته باشین، یادگیری تطبیقی. الان من حرفایی که میزنم تطبیق بدید تو بیزینسی که دارین، تطبیقش بدید. اصلا مبل فروشی رو مبل بده، روی رستوران بده، روی فضای نرم افزاری رو نرم افزار بده، هر چی میتونید اینو تطبیق بدید. پس قراره یه گزینه غیر جذاب بیاد وسط کنار اون گزینه جذاب ما و عملا کاری که میکنیم هدایت مشتری به سمت چیه؟ اون گزینه‌ای که مد نظر شماست. چی مد نظرتونه؟ ارزشمنده، میخوای اونو بفروشیش. یک مثال بزنیم. یه قیمت گذاری اشتراک، حالا این اشتراک هر چی میتونه باشه، وی پی ام میتونه باشه، هاست میتونه باشه، هر چی، اصلا هر مدل میتونه اشتراک مثلا فیلیمو باشه. خب ببین اشتراک یک ماهش میگه آقا 270,000 تومان گزینه پایه برای شروع. اوکی، ما با این کاری نداریم. میگم اشتراک 6 ماه هست 890,000 تومان و طعممون اینه. میگیم آقا این 890,000 تومان با 6 ماه. بعد میگی اشتراک یک ساله واسه 930,000 تومان، یه 40,000 تومان بالاتر. خب داری چیکار میکنی؟ میگی بیا یک ساله رو بخوام 40 تومان بیشتر بده، یک ساله بخوام. چرا میخوای 6 ماه بخری 890 تومان؟ خب طبیعیه اینجا انتخابش میشه یک ساله. الان شما خودت باشی چیکار میکنه بین این دو تا؟ میری یک ساله رو انتخاب. اگه قصدت اینه که از یک ماه خیلی بیشتر باشه، از 3 ماه بیشتر باشه و نداره گزینه‌ای که بخواد بگی 3 ماهه، میری سراغ این که 6 ماه یا یک سال. خب بین 6 ماه یک سال کدومش رو انتخاب میکنی؟ طبیعیه که یک ساله. ببین چی کارش کردین؟ عملا یک گزینه بی ارزش رو گذاشتی وسط، میگی آقا اینم هست، بالاخره این ارزشمنده. خب معلومه که میره سراغ اون ارزشمنده. این میشه اثر تومه. خیلی ساده میتونید اجراش کنید. کاربردهای عملی در کسب و کار این فقط چند تاشه. همه مدل میتونید اجراش بکنید. طراحی پلن‌های قیمتی که اوکی 100 بکنید، بعد یک مثلا قیمت میانی بزنید، مثل همین مدلی که داری می‌بینی، اشتراک نرم افزار خدماتی که همین الان نمونهش رو اومدیم بررسی کردیم هم دیگه. یا می‌خوای مثلا بفرستی سمت اینکه گزینه پرمیوم بیای بخره، خب این راهش همینه دیگه. یا بیای پکیج آموزشی بفروشی، پکیج پایه میذاری، میانی میذاری، حرفه‌ای میذاری، بعد این میانیت میشه تومه برای اینکه حرفه‌ای رو عملاً بفروشی. خب ببینید چطوری دارین کار میکنید و کلید موفقیتش هم بیایم نگاه بکنیم. اینه که یک گزینه ضعیف رو پیدا کنید، بذارینش کنار گزینه با ارزشتون، بذارین مشتری مقایسه ذهنی بکنه و در نهایت میرسه به اون هدفی که شما دارید، یعنی میره تارگت آپشنتو میزنه. فقط نکته اینجا بگم، ما تومه هیچ وقت برای فروش نیست، برای اینه که گزینه اصلی جذاب‌تر به نظر برسه. حالا یکی اومد تومتون هم خرید، اشکال نداره، ولی خب در مجموع ما واسه فروش اینو نذاشتیم، گذاشتیم که چی؟ از ذهن مخاطب رو درگیرش بکنیم، ذهن مشتری رو درگیرش بکنیم و اون بیاد یک مقایسه نسبی رو انجام بده. و طبیعی هم هست که این کار میکنه، اصلا ذهن انسان اینطوریه، مقایسه نسبی انجام میده، مطلق نمیاد انجامش بده. و عملا اثر تومه یعنی مغز ما درگیر یک مقایسه نامتقارن میشه، یه بایاس شناختی توی تصمیم گیریمون داره رخ میده. برای مشتری ما داره این اتفاق میفته. من خودم مثلا مشتری کسب و کاریم، بایاس شناختی واسم رخ میده. وقتی چند تا گزینه جلوم میذارن، اگه یک گزینه اضافی ولی بی ارزش مثل تومه اضافه بشه، باعث میشه گزینه‌ای که میخوام بخرم رو دقیقاً توش وقتی نگاه میکنم اینا خب کدوم منطقی تره؟ خب طبیعیه که تومه منطقی نیست دیگه، میرم سراغ اون یکی نزدیک به تومه و با کیفیت تر، بهتر از اون، یکم حتی اختلاف بیشتری داره، خب خیلی منطقی تر به نظر میرسه. ببین اینجاست که دقیقاً شما داری عملاً، حالا چه من نوعی که رفتم توی یک مجموعه‌ای دارم ترغیب میشم به انتخاب اون گزینه‌ای که خود فروشنده مد نظرشه.
البته خودم هم گذاشتم جاش فرقی نمیکنه که. پس شمایی که فروشنده، شمایی که کسب و کار تو داری، باید بتونی از این اثر استفاده بکنی تا فروش رو افزایش بدی. امیدوارم که لذت برده باشید، بهتر کنید با فروش زیاد. آرزوی موفقیت براتون دارم.